سه اشتباه کشنده که فروش رو نابود میکنه. 1. صحبت بیش از حد در مورد محصول. مشتری به خودش اهمیت میده نه به محصول شما. به جای اینکه در مورد این صحبت کنی که محصول چه ویژگی هایی داره، در مورد این صحبت کن که چه کمکی به مشتریت میکنه. 2. وقتی خودت از قیمت محصولت مطمئن نباشی، مطمئن باش که مشتری شک میکنه. با تمام اعتماد به نفست قیمت محصولت اعلام کن طوری که مشتری فکر کنه که داره سرمایه‌گذاری میکنه. 3مین اشتباه تلاش برای فروش به همه آدم هاست. اینو بدون که همه مشتری تو نیستن و وقت رو روی افرادی بذار که مطمئن باش که بهش نیاز دارن. به جای تلاش برای قانع کردن مشتری ها، دنبال مشتری های ایدئال باش. اگه این 3 اشتباه رو برطرف کنی، مطمئن باش که فروش تغییر میکنه. خب حالا تو بگو کدوم یک از این اشتباه ها رو تکرار کردی؟ اینجا برام کامنت کن.